درود دوستان، پوریا هستم و خیلی خوش اومدی به اولین قسمت از کانال ستوری آف پوریا. امروز قراره یکی از هیجان انگیزترین گجت دنیای تکنولوژی رو با هم دیگه بررسی کنیم. درون DJI مینی 4 پرو، اونم نسخه فلایمور کومبو که کنترل هوشمند DJI RC2 رو هم داخلش داره. پس اگه آماده این بریم سراغ آنباکسینگ این کوچولوی قدرتمند. بی صبرانه منتظرم این آنباکس رو انجام بدم و ببینم توی جعبه چیه. خب شما خودتون ببینید، خیلی زیبا، چقدرم کوچیک و خوبه. 100% خودش که کوچیک‌تر از اینه. الان جعبهش یکم سایزشو بزرگ کرده ولی 100% خودش کوچیک‌تر. خب خیلی دوست دارم این پرنده رو ببینم چجوری پرواز میکنه. خیلی سبکه، من دارم از همین الان حسش میکنم سبکیشو. خیلی باید خوب باشه. چون میذارم کنار. واقعا جنس خوبی هم داره این که چقدرم کوچیکه واقعا. شما همه جا با خودتون اینو میتونید ببرید. بریم اول از کنترل شروع کنیم. یه کنترل RC2 دیسپلی دار. من پیشنهاد میکنم اگر خواستید تهیه کنید همچین هلی شات خوبی، به نظر من RC2 استفاده کنید که راحت تره دیگه. شما نیازی نیست که گوشیتون رو سریای قبل، البته دارن هنوزم، که گوشیتون رو راحت بذارید اینجا. این خیلی به نظر من بهتره، هم دیسپلیش بزرگتره هم خیلی جمع و جور. تا باتری هوشمند، آره 3 تا باتری هوشمند که هر کدوم بهتون نیم ساعت پرواز میده و تا حدود 120 دقیقه پرواز میتونید باش انجام بدید. این باتری‌ها هوشمندن و مثلا اگه مدتی ازشون استفاده نکنید خودشون بعد 10 روز به تخلیه شارژ تا حدود 60% میرسن که عمرشون بیشتر بشه. پس اگه دیدین باتری‌ها بعد چند روز مقداری خالی شدن نگران نشید، طبیعیه. خب دوستان بریم سراغ خود هیشات. چقدر کوچیکه. رو خود جعبهش نوشته 249 گرم. USB-C داریم اینجا برای فست شارژشه. دوباره اینجا USB معمولی رو داریم و چند تا پره های زیباش. دوستان قبل اینکه شروع کنیم ازتون یه خواهش دارم، کانال رو سابسکرایب کنید، اگه دوست داشتید به دوستاتون هم معرفی کنید، چون برای من خیلی واقعا ارزشمنده و مهمه، چون من این اولین قدمم تو یوتیوبه و حمایت شما واقعا برای من ارزشمنده. خب بریم برای باز کردنش. از کنترلش شروع میکنیم.
بچه‌ها مرسی که تا آخر این آنباکسینگ کنارم بودین، سپاسگزارم ازتون. دیگه ویدیو راه اندازیش و اولین پروازش هم که با هم دیگه انجام میدیم میمونه واسه سری بعد، یعنی ویدیو بعدی میشه راه اندازی و اولین پروازی که با هم دیگه میتونیم داشته باشیم. خب سابسکرایب این کانال یادتون نره، استوری آف بوریا این پایین براتون لینکشو میذارم. فقط یادتون نره آسمون حد و مرزی نداره، پس با احتیاط و خلاقانه پرواز کن. فلای سیف تا ویدیو بعدی، بدرود.